الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از شروع عرائض دو تا نکته میخوام عرض بکنم. نکته اولی که 2-3 روز آینده ما چند مناسبت بسیار مهمی را در پیش داریم. فردا 14 خرداد سالگرد ارتحال جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه را داریم. یاد و نام اون عزیز سفرگرده را گرامی می‌داریم و انشاءالله امیدواریم که خدای متعال درجاتش متعالی بفرماید و به خلف صالحشون مقام معظم رهبری عمر با عزت عنایت بفرماید. پس فردا 15 خرداد سالگرد شهدای 15 خرداد را داریم. یاد و نام و خاطره اون شهدا را هم گرامی می‌داریم. روز جمعه روز عرفه هست که شهادت سفیر آقا امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه و هانی ابن عروه را داریم. جهت شادی روح این دو بزرگوار شهدای 15 خرداد و امام راحل همه با هم صلواتی اهدا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد نکته دومی که میخوام عرض بکنم آن است که عزیزان، بحثی که ما شروع کردیم گفتیم یک بهانه‌ای باشد که فضای علمی در حوزه‌های تشیع گرمتر بشه و الا بنده هیچ ادعایی نسبت به این مباحثه نداریم. گفتیم یه بهانه‌ای بشه بزرگانی که در هندوستان تشریف دارن به میدان بیان. الان فقط اینجوری که ما استقصا کردیم فقط همین مباحثه درس خارج ما هست. انشاءالله یه روزی بشنویم 10 تا درس خارج در حوزه‌های تشیع برگزار میشه. هدف ما اینه. بحث ما در مجتهد متجزی بود. تا به حال ما چند رو بحث کردیم. یک مروری بکنیم تا به بحث جدید برسیم. بحث اول ما تعریف مجتهد مطلق و مجتهد متجزی بود. بحث دومی که کردیم این بود که آیا مجتهد متجزی که در مسائلی که استنباط کرده است آیا میتواند به رأی خودش عمل بکند یا جایز نیست؟ عرض کردیم طبق ادله میتواند به مستنبطات خودش عمل بکند. بحث سومی که گفتیم آیا مجتهد متجزی فعلی میتواند استنباطات خود را کنار بگذارد از مرجع مطلق تقلید کنه؟ گفتیم طبق ادله جایز نیست. چرا؟ چون وقتی کسی که خودش عالم به حکم شرعی است باید به علم خودش عمل کنه، چون تقلید رجوع جاهل به عالم است. اما اینجا خودش عالم است، عالم به عالم دیگه رجوع معنا نداره.
نکته دیگری که بحث کردیم و چند مدتی هم مشغول شدیم این بود که آیا همانگونه که تقلید از مجتهد مطلق جایز است، آیا تقلید از مجتهد متجزی هم جایز یا جایز نیست؟ یک قول این بود که مطلقا جایز نیست، یک قول بر این بود که نه جایز است، منتها با تفصیلاتی که دادن. دیروز خواستیم این بحث پروندهش بسته بشه، یعنی تقلید و عدم تقلید از مجتهد متجزی. اگر یاد دوستان باشه ما دیروز عرض کردیم عده‌ای که میگن تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست، اینها دو تا ادعا داشتن. یک، مقتضی موجود نیست، دو، مانع مفقود نیست. به این دو دلیل گفتن تقلید از مجتهد متجزی جایز نمی باشه. اینو دیروز عرض کردیم. اما پاسخ بفرمایید. دلیل عقلی و بنابراین که دلیل توارد و تقلید خب این احس از مدعا هست، زیرا که اولا خب در جایی مثلا به مبنای آقا عمل میکنن که اطمینان یا تیرم داشته باشن، اما در مورد تقلید ما مثلا اطمینان نداریم که حکم مراجع مطابق با واقع هست یا نیست. اینجا را چون شما در اصول خوندید، چرا شما به ظنون عمل میکنید؟ آفرین. چون ما دسترسی به دلیل قطعی نداریم، ظنون خاصه تسهیلا للعباد، میگیم ظنون خاصه چی هن؟ حجتن. این نه من نگفتم عزیز من، شما گوش بده حرفم تمام بشه. بعد همانطوری که در باب ظنون خاصه میگیم تسهیلا للعباد، برخی ظنون برای ما چیه؟ حجت میباشد. اینجا هم میگیم شخص یا باید خودش عالم به حکم شرعی باشد یا باید به شخصی مراجعه کند که او عالم به حکم شرعی بوده باشه. خب جناب عالی که به عنوان مقلد هستی، عقل به شما میگوید حال که خود عالم به حکم شرعی نیستی، از دو حال خارج نیست، یا باید بگوی چون عالم نیستم حکمی برای من نیست، اینه که هیچ وجه نمیتونه بگیم، پس قطعا حکمی در ذمه من هست. کی فراغ ذمه حاصل میشود؟ عقل میگوید جاهل باید به عالم رجوع بکند. عالم در زمان حضور معصوم علیه السلام است، اما در عصر غیبت بر اساس روایاتی که داریم مراجع عظام اینها عالمان به حکم شرعی می بوده باشند. پس به حکم عقل بر مقلد لازم است که به عالم حکم رجوع کنه. منتها بحث در این بود که آیا عالم حکم مجتهد مطلق فقط است یا عالم به حکم مجتهد متجزی هم هست؟ نه عزیز من، کی گفته به دلیل حکم عقله؟ الان شما در باب طبابت رجوع مریض به طبیب به حکم کیه؟ درسته منم میگم همینه، یعنی اصلا سوالم همینه، اینجا دلیل هست از مدعا هست. الان من به طبیب مراجعه میکنم، میدونم مثلا ایشون عالم مطابق با واقعه. از کجا میدانی؟ شما از کجا؟ آقا جان اجازه بده، شما مریض از کجا علم دارید که طبیب عالم هست؟ شما اطمینان دارید، همین اطمینان رو در باب تقلیدم داریم. بله خیلی خوب، همین کافیه. استاد اینجا در مورد تقلید ما طبق مذهب مقطعه میگیم که یا اصابه به واقع میکنه یا اصابه
آقا جان شما یه چیز حفظت شیئا و غابت که اشیا، بس دلیل که آیا مرجع طبیب هم همینجوره، مگه طبیب آنچه نسخه میسته مطابق با واقع هست، طبق تشخیص خودشه. مراجع تقلید ما بر اساس روایات ما میگه فتوایشون حجته، اگر مصیبه به واقع باشن له اجران، اگر مصیبه به واقع نباشن له اجرون واقع. پر اساس ادله خاصه‌ای که داریم و به حکم عقل، رجوع مقلد و رجوع جاهل به مرجع تقلید هم مؤید به حکم عقل است، هم مؤید به ادله خاصه نقلی می باشد. خیلی احتیاط بکنید، احتیاط منشه احتیاط دلیل مشکوک در دلیل دیگه. اجازه بخون. احتیاط به کی میگن؟ به نیمه مجتهد میگن، یعنی کسی که نه مجتهد محض است نه مقلد محض است، یعنی جاهل محض، یه اطلاعات اجمالی از مسائل شرعیه دارد. حتی به این آقا میگن یا از مرجع تقلید بکن یا به احتیاط عمل کن، چون با احتیاط براءت ذمه حاصل میشه. این انشاءالله مفصلش رو در بحث تقلید خواهیم گفت. خب برگردیم. پس اولین مطلبی که گفتن تقلید از مجتهد. باز وقته؟ بگی؟ خیلی مقتضی برای تقلید از مجتهد متجزی میگه موجود نیست. پاسخ یادداشت بفرمایید. این اشکال وارد نیست، چون همون گونه که مقتضی تقلید در مجتهد مطلق موجود است، به حکم همون دلیل مقتضی مجتهد متجزی نیز موجود است. دلیل اصلی بر جواز تقلید بنای عقلا بود که رجوع جاهل بفرمایید به عالم است. قبلا بحثش شده عزیز من. بنای چیه؟ عقلاست. گوش بدین، مطلب مستقر شد اشکال بفرمایید. بنای عقلاست. بنای عقلا میگویند شخصی که در یک باب متخصص باشد همانند شخصی که در همه ابواب عالم باشد رجوع به او جائز است. و این سیره عقلائیه با سیره عرفی هم تایید می شود. در سیره عرفیه آیا رجوع به پزشک متخصص مقتضی برایش موجود هست یا خیر؟ بله، در سیره عرفیه الان اگر ما یک پزشک عمومی داشته باشیم و یک پزشک متخصص داشته باشیم، آیا کسی به پزشک متخصص تو همون زمینه تخصصش مراجعه بکند آیا از نظر عرف یا از نظر عقلا من می شود؟ بله. ببین دلیل لبی که آقایون میفرمان در جایی که شک باشه. بله. ببین اتفاقا رجوع به مجتهد متجزی در صورتی که در اون باب اعلم از مطلق باشه حتی رجحانم
دارد. دیروز گفتیم تعین داره. این مسئله این که آیون میان تردید، بله دلیل لبی که میگه اخذ به قتل متیقن میشود و دلیل رو از عموم میندازن در جایی که تردید وجود داشته باشد، یکی راجح باشه دیگری مرجوح باشد. اما در باب تقلید از مجتهد متجزی اصلا اینا مطرح نیست. ببین شخص در یک باب تمام تلاش خودش رو مصروف کرده و در این باب صاحب نظره، یعنی همه آنچه را که مجتهد مطلق میداند در این باب این مجتهد متجزی هم میداند، ای چه بسا اطلاعاتش بیشتر و بهتر از مجتهد مطلق هم باشه. چرا دلیل عقلی اینجا را نگیره؟ بله، پس بنابراین مقتضی موجود است. همانطوری که سیره عقلا میگوید رجوع جاهل به مجتهد مطلق جایزون، همان سیره عقلایه میگوید رجوع جاهل به مجتهد متجزی هم جایز. دیروز اگه یادتون باشه مرحوم آزیای عراقی رضوان الله تعالی علیه به حکم همین سیره عقلا فرمود اگر مجتهد متجزی اعلم از مجتهد مطلق باشد تعین داره، یعنی باید از مجتهد متجزی تقلید بکنه. این در رابطه با این که بعضی میگن مجتهد متجزی تقلید جایز نیست لعدم المقتضی، ما میگیم مقتضی موجود است. اما وجود مانع فرمودن که برخی روایات داریم که از اون روایات استفاده می شود جواز تقلید از مجتهد مطلق. پس بنابراین تقلید از مجتهد متجزی گرچه مقتضی موجود است ولی مانع مفقود نیست، مثل مقبوله عمر بن حنظله علف حلالنا و حرامنا العارف بالاحکام. اینا ظهور در چی دارن؟ مجتهد مطلق دارن، شامل مجتهد متجزی نمی شود، پس اینا میشن مانع. پس مجتهد متجزی گرچه مقتضی تقلید در اونها هست اما مانع مفقود نیست. دو جواب از این اشکال داده می شود. جواب اول آن است که در باب تقلید ان شاء الله خواهیم رسید. مجموعاً 7 طائفه روایات داریم در باب تقلید و ان شاء الله در جای خودش اثبات میکنیم هیچ یک از این طوائف 7 مانع از تقلید مجتهد متجزی نخواهد بود. این وعده شما انشاءالله. این جواب اجمالی. سابقا اگه یادتون باشه گفتیم مقبوله عمر بن حنظله فقط میگه مجتهد مطلق میشود ازش تقلید کرد، اما نفی نمی کند که مجتهد متجزی نمی شود، اثبات شیء نفی معدا نمی کند. ولی فی الجمله این جواب رو داشته باشید که ما در باب تقلید 7 طائفه روایات داریم، هیچ کدوم از اینها مانع از جواز تقلید از مجتهد متجزی نمی شود. این اولا. و ثانیا، این ثانیا خیلی خیلی مهمه. یه سوالی دارم استاد باشه.
بفرمایید. سوال قرار داشته باشه. قطع شد؟ میکروفونش قطع شد. خب الان ثانیاً جواب دوم این است که نه تنها از ادله نقلی منعی از جواز تقلید مجتهد متجزی نداریم، بلکه روایت خاص داریم که تقلید از مجتهد متجزی را جایز می‌داند. این ثانیاً خیلی نکته مهمی ها. پس نه تنها ما مانعی نداریم، بلکه چی داریم؟ مؤید داریم که تقلید از مجتهد متجزی اشکالی نداره. یعنی علاوه بر اون سیره عقلا ما دلیل نقلی داریم که تقلید از مجتهد متجزی بلا من است. بفرمایید. مثلا فقها قدیم بودن که فتواشون با روایات بوده، مثلا به منظور مطابقی بوده. الان این فتاوای مراجع به التزامه. خب الان این دلیل عقلی و غیر عقلی، این دلیل ها فقط شاید بدونه مثلا اون دلیلی که اخباری میارن چطور این دلیل با اونها رو قانع میکنه، در حالی که روایاتی که مثلا از طرف معصوم در مورد تقلید اومده اونها فتواشون با روایات بوده. مثلا در مورد احکام وضو و غیره فقط مستقیم روایات نمیآوردن. و چطور میتونیم که بگیم که مثلا این با فتوا شامل میشه، در حالی که دلیل اخص خاصه فقط با روایاته. الان ما برای شما ثابت میکنیم که روایت داریم که در رابطه با فتوا هم اشکالی نداره. شما یه مقدار تحمل. الان داریم میخوام بکنید، اجازه بفرمایید. دقت کنید. پس روایت داریم که مجتهد متجزی هم نظرش حجته. در کتاب نکاح از کافی شریف جلد 5 صفحه 451 به سند معتبر مرحوم کلیمی نقل می کند از اسماعیل ابن فضل هاشمی. مثلا میخوام اسماعیل ابن فضل هاشمی آخر روایت مرحوم کلیمی نقل می کند از علی ابن ابراهیم ان ابی، یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی امیر ان عمر ابن عزینه ان اسماعیل ابن فضل الهاشمی. یعنی آخرین راوی کیه؟ اسماعیل ابن فضل هاشمی. قالوا سألت ابا عبدالله علیه السلام. ابا عبدالله مطلق گفتیم در روایات امام صادقه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال کی؟ امام صادق. القه یعنی ملاقات کن. القه عبدالملک ابن جریج. القه عبدالملک ابن جریج فسأله عنها. عمده این دلیله. فإن عنده منها علما. فإن عنده منها علما. درست شد؟ در رابطه با عقد موقت از امام صادق سوال میکنه.
امام با اینکه میتونه جواب بده میگه در پیش خودتون جنابی که عبدالملک ابن جریج، او رو ملاقات بکن، ازش سوال بکن از همین موضوع خاص. ببین از همین موضوع خاص در رابطه با عقد موقت می باشد. تعلیلی که میاره نگاه کنید، چرا من در رابطه با او از این مسئله سوال کنم؟ فإن عنده منها یعنی چی؟ یعنی مسائل عقد موقت. فإن عنده منها علما، پس بنابراین یادداشت بفرمایید، این یادداشت مهمه. تعلیلی که در ذیل روایت آمده است استفاده می‌گردد. اگر کسی عالم به مطلبی بود مراجعه به او مجاز است و در اصول خواندیم العلتو تعمم و بفرمایید تخصص. خب این علت کاملا و به وضوح میرساند که اگر کسی عالم به یک مسئله باشد سؤال از او و رجوع به او بلا اشکال می باشد. چه خاص باشه؟ نه خیر آقا، بگه روایات مختص به زمان معصومه. روایات همانند آیات حجتاً الی یوم القیامه. خب الان امام داره تو این مسئله، آقا جان گوش بده شیخنا، تأمل بکن بعد سوال کن، حرف زدن راحته، گوش بده. وقتی از امام سوال میکند امام میتونه جوابشو بده، اما امام ایشونو ارجاع میدهد به عبدالملک، میگه نزد او در این مسئله آگاهی، برو ازش سوال بکن. این معناش اینی که اگر کسی آگاه به یک مسئله باشد از طرف من امام مجازید شما حکم مسئله رو از اون عالم و متخصص سوال بکنید. حالا از اون عالم و متخصص میخواد سوال بکنید، عالم به همه احکام میخواد باشد یا در خصوص همین مسئله بوده باشه. پس بنابراین هم مقتضی موجود است در جواز تقلید از مجتهد متجزی و هم مانع مفقود است. از کردیم نه تنها مانع وجود ندارد بلکه این روایت مؤید سیره عقلا هم می باشد. چرا ندارد؟ کار به اون زمان نداریم عزیزم. من الان دارم شما سوال میکنم مقتضی یعنی چی؟ یعنی رجوع جاهل به عالم. ما اون زمان کار نداریم. و آقا جان آقای عزیز سیره عقلا مختص به زمانی دون زمانی نیست. قطعا اطمینان داریم. ما به مجتهد متجزی، آقای عزیز، ما به مجتهد متجزی ای چه بسا در بعضی موارد از مجتهد مطلق هم بیشتر اطمینان داریم. چه حرفی شما میزنید؟ الان من به شما سوال کردم از نظر عرفی یک پزشک متخصص باشه یا پزشک عمومی اطمینان به کدام بیشتره؟ به مجتهد پزشک متخصص. پس بنابراین در اون زمانی که من فرمودم ارجاع دادن، از کجا بفهمیم که اونجا ارجاع به نحوه مثلا تحلیل مصطلحی یعنی روز هست یعنی مثلا ما هستیم ظاهر روایت. پس بنابراین شما از روایاتی ظهور در روایات داره، ظهور فضا به روایات داره اصلا. یعنی چی آقا جان؟ گوش بده.
اهل بیت فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم بیت تفریق. میگه من گفتم در باب نکاح فلانی چون اطلاع داره مسئله شرعی رو برو از او در باب نکاح متعه سوال کن. حالا نکاح متعه اگر نباشد و در بحث معامله باشه ما نمیشه از این روایت استفاده کنیم؟ امام داره یه متد به ما میده، داره یه راهنمایی به ما میکنه که آقا اگر کسی اطلاع از یک مسئله داشته سوال از او و تقلید از او بلا اشکال میباشد. خب ما این بحث جمع کنیم. خلاصه سخن ما این شده آقا کفایت مذاکره آقایون اگه بحث داری انشاءالله بعد از اتمام درس. آقا این حکم عقلایی اهل بیت الان شما مطالبی که از قرآن استفاده میکنید یا ایها الذین آمنو هایی که داره زمان نزول قرآن برای اون مومنان بوده، الان نمیشه این آیه شامل مومنان اصل ما بشه؟ من دارم به شما میگم، از شما میخوام بگم که اگر امام الان اینجا داره یه علت بیان میکنه چرا به عبدالملک مراجعه کنیم؟ بخاطر اینکه به روایات آشنا داره. نه کجا داره به روایات؟ میگه ایشون نسبت به این مسئله خیلی خوب آقا شما مطلب فرمودید آقایون هم گوش دادن. امام داره یه علت بیان میکنه چون این آقا آگاه به این مطلب است رجوع به او اشکالی ندارد. آیا این اختصاص فقط به باب نکاح دارد؟ نه، امام داره یه قرینه میبا میده، یعنی هر کسی در هر بابی عالم باشد سؤال از اون عالم بلا اشکال میباشد. تم الکلام در بحث مجتهد متجزی نسبت به جواز تقلید و عدم جواز تقلید. ما به این نتیجه رسیدیم که تقلید از مجتهد متجزی جائز است و در صورتی که اعلم باشد تعین دارد. ادله همون بود که تا اینجا بحث کردیم. آخرین بحث و آخرین نکته‌ای که میخوایم در باب مجتهد متجزی عرض بکنیم و آن بحث ولایت در قضاوته. این هم خیلی بحث مهمه. ولایت در قضاوته. آیا مجتهد متجزی ولایت در قضاوت دارد یا ولایت در قضاوت مختص به مجتهد مطلق است؟ دقت فرمودید؟ در فتوا گفتیم که اشکالی نداره، مجتهد متجزی میتواند فتوا بدهد و طبق فتوای خودش عمل کند، حتی دیگرانم ازش تقلید کنند. آیا مجتهد متجزی منصب قضاوت را هم دارد از طرف امام معصوم یا منصب قضاوت فقط مختص به مجتهد مطلقه؟ این بحث چالش برانگیزه. خیلی ممنون، متشکر. ما 4 تا بحث داریم. بحث اول در رابطه با تعریف قضاست. اصلا قضاوت یعنی چه؟ بحث دوم در رابطه با انواع قضاوت است. بحث سوم فرق بین حکم و فتواست، یعنی آیا قضاوت با فتوا فرق دارد یا فرق ندارد. بحث چهارم این است که آیا مجتهد متجزی میتواند به منصب قضاوت برسد یا نمیتواند. این 4 تا نکته است که باید بررسی بکنیم تا انشاءالله به یک نتیجه برسیم. این زوایای بحث. بله
چی؟ این خلاف اصل هست یا نیست؟ خب وقتی که خلاف اصل باشه دلیل طوری باشه که از این اصل خارج بکنن. دلیل داریم، دلیل عقلی رجوع جاهل به عالم. ما از کردیم، ما سیره عقلا رو بحث کردیم، دلیلشون دلیل لفظی رو آوردیم، مقبوله عمر ابن حنظله بود، آیه سؤال رو آوردیم، آیه نفی رو آوردیم، همه اینا رو چا کردیم؟ بحثش رو کردیم. حالا نمیدونم جلسات قبل تشریف داشتید یا خیر. ما همه خب از قولم شما به نظرتون اشکال داره، ما اون اشکال عقیان رو مطرح کردیم، جوابشو هم دادیم. فوق شما بگی این جوابی که شما دادید دیگران دادن برای ما قانع کننده نیست، ما همون قول اول رو قبول داریم که تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. عرض میکنم دیگه، کسانی که میگن تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست، یعنی ادله کسانی که مثل حضرت امام، مثل آقای خویی، مثل آذی عراقی که میگن تقلید جایز است، میگن ادله شما برای ما تمام نیست. خب شما میشید جزء دسته اول که نظرتون برای اینی که آقا تقلید از مجتهد مطلق فقط هست، تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. ما طبق بررسی هایی که کردیم گفتیم هم مقتضی موجوده و هم مانع مفقود می باشد. لکم دینکم ولی دین می باشه. نظر شما برای شما، نظر شما میگم محترم برای خودتون، شما بفرمایید تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. آقایون مشهور علماء ما میگن تقلید از مجتهد متجزی جایز هست. حالا شما میگید نیست، اون دلیلتون. مشهوری که میگوید جایز است اینم ادله. خب پس رسیدیم به آخرین بحث در مجتهد متجزی که آیا میتواند منصب قضاوت رو داشته باشد یا خیر. اولین بحثی که میکنیم در رابطه با تعریف قضا میباشد. اصلا قضاوت یعنی چه؟ قضاوت در لغت به معنای داوری کردن برای رفع نزاع از میان دو کس یا رفع نزاع از میان دو جمعیت. این معنای لغوی قضاست. بله، داوری کردن برای رفع نزاع و خصومت، گاهی خود بین دو نفر، گاهی خود بین دو تا جماعت است. ولی در اصطلاح عبارت است القضا هو ولایتون شرعیتون علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام علیه السلام. میفهمید قضاوت یک ولایتی چیه؟ شرعیه هست، یک حق شرعی است، یک منصب چیه؟ شرعی است که از قبل امام علیه السلام به کسی داده میشه تا اون حکم بکند طبق مصالح عامه. این معنای قضاوت می باشد. یه تذکرم یادداشت بفرمایید تا به بحث بعدی بشیم. ارکان قضا، ارکان قضا: یک، مدعی. دو، مدعا علی.
3 مدعا به، 4 قاضی. خب الان دفتری دست آقای زیشانه، من میگم این دفتر مال منه، درست شد؟ من میشم مدعی، آقای زیشان میشه مدعا علی، چون ادعا داره اگه اثبات بشه به ضرر ایشون تمام میخواد بشه. اون دفتر میشه مدعا به، آقای بیات میاد میشه قاضی. پس 4 تا رکن داریم: قاضی، مدعی، مدعا علی، مدعا به. حالا انشاءالله جلسه آینده میخوام بحث بکنیم که آیا مجتهد متجزی میتواند منصب قضا داشته باشد، یعنی ولایت رو از امام معصوم گرفته باشد همانطوری که مجتهد مطلق دارد، یا نه منصب قضاوت مختص به مجتهد مطلق باشد. انشاءالله اگر عمری باشه جلسه آینده ابتدا انواع قضاوت رو بیان میکنیم. ما 2 جور قاضی داریم، یک قاضی داریم قاضی منصوب بهش میگیم یا قاضی معزون، یک قاضی هم داریم قاضی تحکیم. ابتدا این 2 تا قاضی و این 2 نوع قضاوت رو تعریف میکنیم، بعد وارد محل بحث میشیم که آیا مجتهد متجزی قاضی منصوب من قبل المعصوم هست مثل مجتهد مطلق، یا قاضی مجتهد متجزی قاضی منصوب بفرمایید نیست. انشاءالله یه بحث بسیار خوبیه، ثمر داره. انشاءالله دوستان مطالعه بفرمایند تا جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.